سال حدود 500 پیش از میلاد است. تو در دل یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ ایستادی. ما امروز به درون زندگی یک انسان عادی سفر میکنیم، نه به زندگی یک پادشاه. تو یک کشاورزی، خانه‌ات از خشت خام ساخته شده، محکم و ساده. سقف خانه با شاخه‌های نخل پوشیده شده. همسرت بیدار شده و تنور را با فضله خشک شده گاو روشن کرده. نان پهن و تازه بر سنگ داغ میپزد. بچه‌ها هنوز در خوابند و تو با مشک به سوی قنات میروی. در ایران باستان کشاورزی ستون فقرات جامعه. زمین متعلق به شاه بود، اما محصول برای خانواده. دریافت مالیات هم با محصول انجام میشد، نه با پول. اگر تو در شهر باشی، زندگیت رنگ دیگری دارد. در بازار پارچه های فینیقی، چرم های مصنوی، ادویه های هندی و غیره در رفت و آمدند. تو شاید بازرگان باشی. تو با زبان آرمی صحبت میکنی، چون زبان رسمی تجارت امپراتوری است. بابت هر معامله مهر میزنی، مهرهای استوانه‌ای با نگارهای خاص. در کنار مرد زنی ایستاده که هم همسر است، هم مدیر خانه و گاه بازرگان. در ایران باستان برخلاف بسیار از تمدن‌ها، زنان حقوق مالکیت داشتند. می توانستند ارث بگیرند، زمین داشته باشند، حتی در متون اداری ثبت شوند. زنان در نقش‌های مختلفی دیده می شوند، از کارگرانی در پارسه تا اشراف زادگانی که بر امور نظارت می کنند. غذا ساده اما سالم است. نان، دوغ، عدس، شاید ماهی خشک شده یا کمی خرما. اگر جشن باشد گوشت گوسفند هم بریان خواهد شد. بازی ها شامل نوع شطرنج ابتدایی، تخته نرد و نمایش های روایی است. در روستاها قصه‌گوها حکایت های از شاهنامه های شفاهی نقل می کنند. موسیقی با نی، دف و کمانچه گونه‌ای همراهی می شود. اگر پسر نوجوانی باشی و از یک خانواده فرهنگی در مکتب خانه‌ای نزد موبدان زرتشتی درس می‌خوانی. متن‌ها را از بر می‌گیری، یاد می‌گیری که دروغ بدترین گناه است و راستی و پاکی بالاترین ارزش. شب خاموشی است. خانه‌ها با چراغ روغنی روشنند. مردم با دعایی به خواب می‌روند و امید به طلوع فردا دارند. در دل این سکوت امپراتوری در جریان است، با قوانین، نگهبانان مرزی و پیام رسانان شبانه و هزاران کشاورز و هنرمند گمنام.